این منظره هایی که ما و شما میبینیم با حسن چاره‌بینی ایدانه گوشتنگیری شهامت دیگر زن نموده اطراف مکان برگزاری مسابقه را هم زینت و شکل ایدانه داده است. مردم با شکرگزاری از ثبات و آرامی وطن و عرف و عادت و عنعنه های نیک نیاگان خود ارج میگذارند و چنین حشمت و نفوذ ورزش اجدادی را مایه افتخار و سرفرازی خویش میدانند. باوری است که همین مسابقات به طور عالی میگذرد. تیاری ها نقض زنده ایستادگی‌اند. بچه‌ها انشاءالله فکر میکنم که نقض میگذرد. نورسان کارشون اکنون چند دقیقه صورت میگیرد؟ برای اینا هوسمندیشون چه خیلی است؟ هوسمندی آمادهش نه از جانب اهل خان اینجا آمادگی تیار آمادگی سخت دیده ایستادند. با مکافات‌های نظررس نوید میگردند. دهه لنگر یکی از دهه‌هایی بود که پهلوانان نامدار داشت که نامشان در تاریخ مانده است. از آن جمله بابای احسان پهلوان گفتنی بود که پهلوان نامدار بود که به حد میدانداری های خوب کرده بود. ما کودک بودیم هوس می‌خوردیم که مثل همین بابا ما هم گوشتنگیر شویم. بابای گنگ پهلوان بود که در رو پروی دهه یک تپه سرخی است. اگر شما دقت داده باشید معرکه چاواندازی می شود. در همین معرکه که زیاده از 500 سواره اشتراک داشته است، از بالای همون تپه سرخ با اسب سمند مثل عقاب پرواز میکند که یگان چاوانداز دیگر تا امروز این هنر بابای گنگ را تکرار کرده نتوانست. دهه لنگر انا میخیل دهه پهلوان پرست است. در معرکه در همین تاجیکستان ما بسیارتر شوه و شگرانه همین وطن کنیم، کمتری وطن داریم جنوب یالی همین خیلی که ما را با همین جوانو در همین وضع استفاده بوده با جوانو چی گفتنیم که برای یار چه شرایطو مهیا کردگیان که این خیلی هم هر ورزش چی باید شگرانه کنن، دولت محکم بقبن، دوست شوم برادر شوم. در معرکه بسیار شوه شما آمدین تاجیکستان با پیش. قبل از آغاز مسابقه گوشتنگیری مردم دهه لنگر در شفت میدان کلان سبزپوش فراگیر خدمترسانی مهمانان بودند که این بار دیگر احترام، انسان دوستی و فتوت و صداقت مردم تاجیک را افاده می نماید. طعام‌های گوناگون ملی رایگان به مهمانان و ساکنان دهه لنگر و مضافات‌های گرد و اطراف آن پیشنهاد کرده شد. مهمانان نیز برای این اقدام نجیب و مسئولین چاره‌بینی ایدانه عرض سپاس و تشکر نمودند. اگر وحدت ملی نمیشد ما به این روزها هیچ وقت نمی رسیدیم. خوش به حال آن جوانمردایی که برای این وحدت ملی شده جان قربان کردند. این وحدت ملی با آسانی به دست نیامده بود. ما خود شاهد همه همین حالت ها، همین حادثه ها بودیم و آن محبتی که در بین تاجیکان با تشبث جناب عالی آن محبت پیدا شد. از زبان شاعر همین را گفتنی هستم که محبت میوه شیرین ترین است، زی لذت های دنیا بهترین است. هر آن کس که نداند لذت او زی مومنان دنیا پسترین است. کسی که به قدر همین محبت به قدر استقلالیت نمی رسد و یگان خیل مومن نیست، مسلمان نیست. وحدت ملی به کل مردم تاجیکستان مبارک شود. مسلم است که برابر آغاز مسابقه گوشتنگیری کودکان و نورسان به میدان دعوت می شوند
در دهه لنگر نیز شماره زیادی نسل نورس از منطقه‌های گوناگون کشور جمع آمده بودند و با نوبت اکثر آنها به سبقت‌های انفرادی میدان دهه لنگر جلب شدند. دوره اول میدانداری آنها 30 دقیقه را در بر می‌گرفت و مرحله نهایی آن تا اندازه طول کشید، چون که غالبان دوره نخست از حساب اشتراکچیان فعال شهر و ناحیه‌های مملکت زیاد بودند. من اولا مینداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و بعد به رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی میرسونم که اینها ما را به این گونه انعام‌های گوشتین ملی نوروزی که ما امروزها آمده به این جاها گوشتین گرفته غالب شده صاحب تحفه ها گشته. از اینجا من امروز 8 غلبه کردم. احمد منهاج رو مشق و موفقیت نکنه. میخوام که در این میدان غالبیت خود را نشان دهم. نقشه ها در منبده چی است؟ نقشه ها در منبده ها میخوام که پرچم برداری تاجیکستان در دیگر کشورها باشه. خود رو معرفی کنید. لطیفه و احمد. احمد از کجا آمدید؟ از دوشنبه. از دوشنبه به لنگر آمدید برای گوشتینگیری؟ بله. آمادگی چگونه است؟ تحت رهبری کدام مربی مشق میکنید؟ آمادگی خوب تحت رهبری فاروق صابرов در کلوب ورزشی پرویز صابرov. سلامت باشید. در میدان های امسال چند غلبه دارید؟ یکم بار میدان. بار اول؟ بله. در ربط سبقت‌های انفرادی داوران فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان معرفی گشته آنها دوام 5 ساعت به هنر ورزشکاران مسابقه بهای مناسب دادند. محض خدمت‌های آنها بود که در جریان نیروسنجی‌های پهلوانان کشورهای تاجیکستان و ازبکستان بحث و مناظره‌ها به میان نآمدند و همه رقابت‌ها بدون مشکلی پشت سر شدند. در برابر نورسان موفق باز جوانان زیادی کشور هم نوبت سبقت‌ها را رعایت کرده به میدان می‌برآمدند. هر یک دور تحفه‌های علاهیده خود را داشت. در صورت کامیابی باز در دورهای منبده طبق رسم و آیین گوشتین اجدادی مکافات ورزشکاران علاوه کرده میشد. این عنعنه در گوشتین دهه لنگر ناحیه مومن آباد نیز به طور ضروری رعایت کرده شد. تاجیکان آریایی پاک با همین ورزش با هنروری خود و کمانوری خود با این گوشتین های ملی خود با این اسبدوانی خود با همه این پدیده ها نامور بودن. خب ورزش رو ببینیم، جمع آمدن نسل نورس رو میبینیم، عنعنوی شدن گوشتین اجدادی رو میبینیم. همین پیوند شوی همین عامل ها به تربیت جوانان چی میدهد؟ درست گفتید. اولا که این همه سرچشمه ها دارد، اگر ممکن مورد ما کم باشد اندیشه زیاد است. بازم سپاس و سمیت ها میگویم به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که با تشبث ها و نیت های خیر خود و عمل های فرهنگ پرورانه خود این مقام جهانی از جانب سازمان با نفوذ بین المللی یعنی آن مقام جهانی گرفت. امروز در سطح حوزه نوروز و کل مردمان عالم همین جشن ما رو جشن میگیرن و همین ورزشی هم در دایره همین ورزش هم گوشتینگیری هم اسب‌تازی هم بوسکشی کدام چوگان بازی کدامش نمیگن کمانوری همین ها سرچشمه ها از نوروز ما میگیرن. از همون جشن اولی که شاه جمشید ترنم کردن تو هم رنگ ما در یک میدان به هم آورد از اینجا سرچشمه میگیرن و امروز باعث افتخاری ما آریای نسل ها است. ما تاجیکان اصل است که همین چیزا سطح جهانی گرفتگی. برای دو پهلوان ولایت ختلان بلال و ضیاءالدین اسماعیل مرحله اول سبقت چندان مناسب نآمد. آنها در مدت 25 دقیقه نیروسنجی مقابل یکدیگر کار بهتری را سامان داده نتوانستند که ظفر یابند. حکمت الله نوروزبگ باشد در مرحله دوم میدانداری غلبه را به آسانی مال خود نمود.
اسرائیل که در 2 سال اخیر بر رقیبان ارزنده خود زورآزمایی سزاوار می‌نماید، این دفعه نیز کارش با برا انجام یافت. در میان نورسان انس عبدالعلیموف و ابوبکر تورزاده مهارت والا نشان دادند که هر دو در دور سیوم رقابت‌ها روبرو شدند که این مبارزه هم بدون سرفرازی هر دو ختم شد. در گوشتین ملی بسیار شواب فرزندان در می گوشتین ملی و گوشتین زودا سفربر کردن پرچموردار دولت شوند. انس محمد هم میدونستیم، عمر رو نودیدیم. انس محمد خیلی تمرینای بسیار میکن، مشق میکن. طرز مربی احمد میناج، عمرش نو با صدور کش محمد تمرین کسا کم کم میدان گوشتین تاجیکی گوشتین گرفته است. در 42 سالگیتون شاه جایزه رو گرفتید در شمس‌الدین شاهین. امروز نبرآمدید. جراحت داشتم در گوشتین شمس‌الدین شاهین شاه جایزه صاحب شاه جایزه شدم. شهامت گوشتین اجدادی را چگونه وصف میکنید؟ ما میخواهیم که تا گوشتین ملی در تمام شهر و ناحیه‌ها بسیار شواب ما ای ناحیه خوالینگ تمام جا سفربر شیم بریم تماشا کنیم وقتی خشقتی بگردیم. ایدیبک امیرشاه بار اول نیست که میان افسران و سربازان مهارت و هنر بالای گوشتینگیری نشان میدهد. در دهه لنگر استعداد او را علاقمندان گوشتین اجدادی پذیرایی نمودند. موسود در مقابل ورزشگر ناحیه شمس‌الدین شاهین محی‌الدین طالب به آسانی غلبه به دست آورد. ضیاءالدین اسماعیل که همین ناحیه را معرفی میکرد زود مواجه شکست شده از ادامه سبقت‌های اساسی محروم شد. بار اول سینبی حیدر در میان ورزشگران کلانسال مهارت والا نشان داد. خواننده صنف 9 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 5 دهه کفتر ناحیه شمس‌الدین شاهین در یک مدت کوتاه به کامیابی شرفیاب شده به مرحله بعدی راه خود را هموار کرد. حسین اسحاقов هم در فرصت کوتاه رفیق دوره اول سبقت‌ها را دچار شکست کرد و انعام‌های ادانه را به دست آورد. می‌نداره میکنه با تشکیل کننده چنین مسابقه که چنین مسابقه گوشتین ملی رو برگزار می‌نمایند و پهلوانان رو بین هم سرجم می‌آورند. ما امروز با یک دسته مکمل سربازان قسمت 50-53 از دسته ورزشی با گوشتین ملی حاضر شدیم و پهلوانان ما هر یک کدامش با دو رقیبی خود دست بالا کردند و سزاوار مکافات‌های بالا گردیدند. می‌بینیم که با تدریج تمرین هم در قسم حربی خوب برآمده شده است. نتیجهش رو امروز ما بهتر دیدیم. چیکار کنیم که گران وزن ها زیاد شوند در قسم حربی؟ بله، برای گران وزن ها زیاد کردن باید سربازان تمرینات خود را زیاد نمایند و سربازان گران وزن هستند با سیف خوی مثلا بپیوندند تا ما گران وزن ها را با هم سلطتی گیریم هم با میدان ها برای گوشتین حاضر کنیم. از چی خاطره ها میبرید به دوشنبه از گوشتین امروزه؟ از گوشتین امروزه برای مهمان نوازی مردم شرفمند ناحیه مومن‌آباد میندار هستیم. سربازان هم یک برآمد خوب کردند. در عموم همه خوب بود، بد نبود. تشکر. هم خدمت وطن مادر و هم مظفریت هم ورزش خیل در سطح عالی مسابقه ناحیه مومن‌آباد گذشت. ما امروز
با حریفان خود دست بالا شدیم. خصوصا من با دو رقیب خود دست بالا شدم و میناداری خود را به چنین تشکیل کنندگان مسابقه های گشتین ملی میرسانم. یکی از خصلت‌های نجیب انسان‌های خیرخواه و دوراندیش این سیله نمودن سر یتیمان و برجاماندگان و کمبیزاعت و مجروحان به حساب می‌رود. دستاندرکاران مسابقه همین تدبیر و سرمشق کار خود نموده به وسیله جلب گشتینگیران و مرکه فروتن‌های ورزش اجدادی 15 نفر نیازمندان دهه لنگر را به تحفه و مکافات‌های ارزنده قدردانی نمودند. در این برابر فدراسیون گشتینگیری تاجیکستان در عرفه عید وحدت ملی به این طبقه مجروح نیز به مبلغ 4000 سومانی تحفه تقدیم کرد. ادامه سبقت‌های پهلوانان وزنشان میانه از آن جهت فرق کننده بود که اکثر آنها علاکه از ملکه و استعداد گشتین اجدادی برخوردار بودند و در برابر مقاومت حریف کسبیت خود را سریع وقت نشان داده می توانستند. یکی از آنها فردوس رحمت اللهیف با یک اصول جالب گشتینگیری رقیبان را دچار شکست نمودند. اولین شده در میان گرانوزنها خورسند مراد از تاجیکستان و دیاربک از ازبکستان به میدان برآمدند. تلاش هر دو ورزشگر تا دقیقه 20 سبقت نتیجه بهتر به بار نآورد و داور مجبور شد که نیروسنجی اینها را مساوی اعلام نماید. بهترین گشتین که به مناسبت تجلیل شده است، به مناسبت روز وحدت ملی خیلی خوب گذشته است. پهلوانان بسیار خوب در اینجا آمدند و بسیار مسابقه خوب گذشته ایستاده است. تشکر شد. دوره جوانی و فروتنی که داشتید به خاطر آمد؟ البته به خاطر آمد. گشتین ملی تاجیکی با تشبث جناب عالی که بین الملل شده است امروز شان شرف خودش را بسیار بلند شهرت پیدا کرده است و در تمام جا همین خیلی مسابقه ها در تاجیکستان گذشته ایستاده است. حلوق های گشتین تاجیکی چه خیلی نموده هاشون میتونیم که یک وصف کنیم؟ البته حلوق های تاجیکی در اینجا بسیار استفاده برده می شود، اما اکثرا بعضی حلوق های تاجیکی که هستند آنها به طرز خوب اجرا نمی شوند. سببش رو در چی میبینیم؟ سببش رو کم تجربه در همون ترینرهای پیشتر میبینم که با خود همون چیزهای ملی اهمیت نمیتن. چی باید کرد که تقویت یا باید در منطقه ها؟ باید که از اون گشتینگیرایی که سن سالشان گذشته است پیشتر بودن از آنها یگان مسئولیت پرسیدن که همین گشتین ملی تاجیکی چه خیل بود و چه خیل شدنش در کار. مسئولیت آنها بسیار ضرور است. در مسابقه 17 نفر پهلوان کشور دوست و همجوار ما از ازبکستان شرکت آوردند که این بر افت سبقت‌های ورزشکاران تاجیک نیز تأثیری نیک رسانید. ذکرالله قادروف در یک هماورد انفرادی رقیب ازبکستانی خود را چنان زد که مردم چنین پرتافت جالب را تا این مدت یاد نداشتند. خلاصگیری میکنیم، مساویش جاشون را ایواز میکنیم، باختگی ها را رخصت میکنیم. خودش معلوم میشه بعد شو جایزه یک پرتافتی ذکرالله خوالین تاجیکستان. بلند حیدر سید کبیرزاده هم به مانند همدسته خود استعداد والا نشان داده سزاوار راحت مرحله بعدی شد. او در برابر حریفان تاجیکستانی خود با یکی از پهلوانان شناخته ازبکستان هم نیروسنجی ارزنده نشان داد و انعام و مکافات‌های زیادی ایدانه را مال
کرد. در دیدار اول با پهلوان خیلی معروف ازبکستان ظفر یافتید. اینو چگونه وصف میکنید؟ السلام علیکم با کل مردم تاجیکستان. در گشتن مومن‌آباد با دو حریف خود پیروز آمدن. اولین حریف خود از جمهوری ازبکستان و دوم حریف خود از جمهوری تاجیکستان اسحاقزاده حسین. رفتی سبقت با شما خیلی پسند بود. اکنون دوره بعدی رو چگونه دیدن میخواهید؟ بله، ما اینجا انتظاریم که پهلوان‌های ازبک و تاجیک باشد برای مکافات‌های عالی قوازمایی کنیم. سپس در جریان نیروسنجی‌ها ما شاهد رقابت‌های گوناگون شدیم که آنها از جهت ملکه و مهارت تا اندازه نسبت به ساعت اول مسابقه عنعنوی جهت‌های فرق کننده خود را داشتند. نماینده ازبکستان مسلمان و ورزشگر مومن‌آباد اسرائیل تلاش بیشتری غلبه را به میان آورده باشند هم، اما میدانداری هر دو نتیجه بخش انجام نیافت. ذکرالله قادرزاده باشد بالاخره با دلهای هزاران مخلص بعد پرتافت خوبش در مقابل مسلمان ازبکستانی جای یافت. همین تلاش را با سعیدچای رحمت الله خوب انجام داد. سعیدچا با یک دست آنچنان عمل عالی و جالب و تاریخی را سامان داد که تا درباز در خاطرات مخلصان گشتن ملی باقی میماند. باباجان بابایف که در میدان گشتن خاولنگ برنده جایزه عالی شد، در گشتن دهه لنگر تشبسکاری‌هایش در مرحله اول بهتر به نظر می رسید. او با حریف سنگین وزن خود از ازبکستان دیوربک مقاومت کرد، اما در این مرحله به هر دو پهلوان کشورهای دوست و برادر میسر نگردید که صاحب انعام‌های ارزنده مسابقات گردند. مخلصان گشتن حیدر امیدواری‌های زیاد داشتند که او با پرتاب‌های جالبش میدان را باز شهامت می‌دهد. یکی از رقابت‌های جالب میدان این هماورد خورشید مجیدوف و امیرجان نسیم بود که آن جنبه‌های علاهیده تربیوی خود را داشت. در ابتدا مردم گمان نداشتند که چنین حالت رخ می‌دهد. از یک فرصت مناسب امیرجان ثمراناب استفاده کرده داور را مجبور نمود که بعد این حالت شایسته دست او را همچو غالب بالا بردارد. در ابتدا کمی بحث شد، اما با فکر و اندیشه بحثگران داور درجه بین المللی عبدالله سعید خواجه‌یف نقطه گذاشت. بعد این تقاضا شد که هر دو برای مکافات عالی شاه جایزه مبارزه برند. این پیشنهاد را امینجان نسیم هم پذیرفت، اما سبقت هر دو قوی‌تن‌های میدان در نبرد دوم ثمره دلخواه به بار نآورد.
در گلیم دیگر تلاش پهلوانان وزنشانگران برای هموار نمودن راه مبارزه شاه جایزه ادامه می‌یافت. رستم خواجاєв و پهلوان ازبکستانی همچون مدعیان انعام عالی تلاش و تکاپوی بیشتر داشتند، اما در این سبقت نیز غالب معین نگردید. حیدر و سعیدشاه باشند در میان پهلوانان وزنشان تا 80 کیلوگرم بهترین اعتراف شدند. این بود که 5 تحفه قیمتناک چاره‌بینی را دستاندرکاران مسابقه تأسیس دادند تا که هر دو میدانداری جالب و عبرت بخش نشان دهند، اما در این دور به هر دو هم میسر نگشت که دست بالا گردند. سپس میدانداری ورزشگران دو کشور همجوار باز هم شدت دیگر پیدا نموده، روند استفاده اصولهای معمولی گوشتنگیری هم برای نسل فردای کشور نمونه عبرت گردید. از مهمانان چند دفعه دعوت به عمل آورده شد که با خورشید مجیدوف برای دریافت شاه جایزه مبارزه برند، اما آنها این پیشنهاد را رد نمودند. با هم‌آوازی مخلصان برای انعام ارزنده خرسند مراد علیوف و خورشید مجیدوف تلاش کردند که در دوام 7 دقیقه نتیجه سبقت معلوم گشت. نتیجه سبقت‌های دو پهلوان شناخته ولایت ختلان ذکرالله قادر و سعیدشاه رحمت الله را دستاندرکاران مسابقه به اینوبت گرفته مبلغ автомашин سبکروی نکسی را که 13,000 سامانی را تشکیل میداد در مرحله نیروسنجی نهایی وزن میانه تأسیس دادند. این مبارزه هم بسیار شدت زیادی آموزشی داشت. از هر دو جانب تلاش بیشتری کسبی به نظر می رسید، اما سعیدشاه چیزان عمل را انجام داد که حتی رقیبش هم ناکامی خیش را در استفاده اصول با سرعت پهلوان واسع احساس کرده نتوانست. گوشتنگیران جمهوری ازبکستان رو مغلوب کردند. به نهایت گوشتنی خوب گرفتن، بخصوص گوشتنی سعیدشاه پهلوان مغلوب شد. گوشتنی ذکرالله حیدر خوالین خب بابا جان خیلی هر چند چیزی نگی خوش رو گرفت. بابا جانم بابایوف خیلی بسیار بود هوای خوش رو همش خوش رو بسیار همه عالی جناب گذاشت. آهسته آهسته در گلیم اساسی هم نیروسنجی های پهلوانان وزنشان سنگین به پایان می رسیدند. این منطقه را هم داوران با تجربه فدراسیون گوشتنگیری مملکت خالصانه حکمی می کردند. هنری باباجان بابایوف که از همه حریفانش افضلتر بود، در دوام سبقت‌های خویش امکانیتی به مرحله نهایی مسابقه راه یافتن را پیدا نمود. در تلاش دورهای اول و دوم رستم خواجاєв خصوصا میان پهلوانان ازبکستانی برتری عملهای حالت راست بوده بهتر مشاهده میشد. در فرجام دو نفر را که قوه آزمایی‌هایشان توضیح نمودیم برای گرفتن مکافات عالی شاه جایزه مناسب دانسته شدند. وقتی مقرری دور نهایی به انجام نرسیده بود که باباجان بابایوف توجه بیشتری خود را به عمل هلوک بیرونه با سرعت روانه کرد و موفق هم گردید.
майдони гӯштини лангари муъминобод чандин паҳлӯҳои рушёбандаи варзиши аҷдодиро дар маҳаллу деҳоти кишвар дигарбора эҳьё намуд. умедвориҳоро низ барои фардои дурнамои соҳа ба вуҷуд овард, ки дар васеъ гардидани фазои рушди гӯштингирӣ ва ҷалби бештари ҷавонону наврасон ба варзиши аҷдодӣ дар манотиқи кишвар мусоидати амиқ менамояд. سلامت باشید، مبارک باشد. این بالای این وحدت ملی